این صدای عجیب دیگه چیه؟ همون جایی که هستی بمون آقای دیلی. خب خوب میدونی از کجا وارد وقتش دزدکی بزنم بیرون. دوست اونقدر ارزش داشت که بخوای با رمز و لو برگردی پیش من. جده بده به من. نه اول اون رمز بگو، لو هم بدش به من. لوح و رمز وقتی بهت میدم که دوستم آزاد کنی برش گردونی به من. چیزی رو که بخوام آزاد کنم زمانی آزاد میکنم که خودم بخوام. باشه منم رمزی رو که بخوام بگم زمانی میگم که خودم بخوام بگم. رمز و لوح همین الان بده به من وگرنه تمام دوستاتو میکشم. برای این کارم با این کلاه سر شولیده کوچولو هم شروع میکنم. من شولیده نیستم. گنده‌بک بذار یارو رو خودم بکشم. نگران نباش بسپرش به من. اگه تو نخوای دوستمو بدی پس هیچ وقت رمز لوحت هم نمیگیری. بسیار خوب. بد نیست بدونی که مردم به من نمیگفتن خامونرای قابل اعتماد. اینو داشته باش. مردم به من نمیگفتن خامونرای قابل اعتماد. اونا من خامونرای خونخوار لقب داده بودن، چون اگه خامونرا چیزی رو که میخواست در همون لحظه تقدیم نمیکردن به قتل میرسون. اون لحظه هم الانه. بنابراین به نفعته که رمز و لوحو بدیش به من. پس اینجوریه بوده ها؟ به زبان مصری خلاصه تر. باشه من رمز لوحو بهت میدم. بعد از اینکه اگه دوباره دستت دراز کنی از سایه میکشمت. به این دست نزن. اینجا قلمروی ممنوع است. باشه پس بس. نه به این دست نزن. آخه چرا؟ نمیتونم باور کنم. این حرکت زشتو باور نمیکنم. اصلا باورم نمیشه. نمیدونی چقدر دلم میخواد بکشمت. در جا میکشتمت. اگه رمزو نمیدونستی باید الان مرده بودی، چون رفتارت غیر قابل توجه. باشه ولی من رمزو میدونم. تو دستت رو دراز نکن. من فقط میگم دوستم ول کنم. اگه یک دفعه دیگه اگه باز حرف بزنی خودم میکشمت. فهمیدی؟ دهنتو وا نکن. نه دهنتو وا نکن. گفتم که دهنتو وا نکن. اگه باز حرف بزنی به قتل میرسی. حالا بده به من اون لوحو و به هم بگو رمز اونا. باشه بعد از دادن جد به من و آزاد کردن دوستم. هر کدوم 3 بار مرتکب شدی. حرف زدی و دستت دراز کردی. ببین تمام شبا که نمیتونیم بحث کنیم. کار به تصمیم بگیر. همین الان بکشمت، چون از این کار خیلی خیلی لذت میبرم. حالا 5 ثانیه بهت مهلت میدم تا لوحو بدی و رمزو به هم بگی. ما رمز لوحو داریم. عدد پی 3 × 14 15 92 65. ببخشید. این یارو به همون گفت. راستشو بخوای مثل بلبل چه زد. متاسفم بیاری. کتا که قبلی یادت رفت پس حرف نباشه. بس دیگه رد کن بیا. حالت خوبه؟ آره متشکرم. تلاش شجاعانه آخرش پود شد لاری. بنابراین دست خالی بودی. حالا توی انگر بیشتر نیست. چه شکست وحشتناکی. حالا دیگه باید به فکر خودت باشی. صدای نجوا رو میشنوین؟ میدونین این چه صداییه؟ جوابش پیش خودتون. این صدای پایان کاره. آن کلمه واستما. متاسفم جد. تو هر کاری تونستی کردی گنده‌بک. داشتی موفق میشدیم اگه اینا نمی اومدم. نه از این متاسفم که تو 2 سال گذشته پامو تو موزه نذاشتم، وگرنه اینجوری نمیشد. تو که خبر نداشتی گنده‌بک. منم به خاطر درخواست کمک بهت زنگ نزدم. درسته ما تو درد سر افتاده بودیم، ولی این اولین بارمون که نبود. همیشه خودم یه جوری حلش میکردم. نه شریک، من بهت زنگ زدم چون به ما نیاز داشتی. تو 2 سال گذشته با اون لباسای شیک و پیکت فقط ول میگشتی. پک و پوزت عالی بود ولی از درون خوش و خرم نبودی. تو اینطوری نیستی. هی یه چیزی ها میدونی؟ چی؟ شب که با آخر نرسیده. این کاوای کوچولوی نیمه شب هنوز تو دلش آتیشه. چیزی که از من میخواد تو هم انجام بده. قوی باش.
سلطنت جدید و طولانی مدت خامونرا خوش آمده. پنجمین فرمان روای مصر و حالا تمام دنیا جنگجویان از تاریکی به درآیید. دریده یا دوستانش را به فرجام خود برسانید. دست نگه داری. اکتاویوس قدرتمند بازگشته. من سوار بر ترسناکترین موجود طبیعت هستم. سوار بر یک سنجاب. بتاز اسب مهیب من. آیا با افتخار تسلیم میشین؟ در غیر این صورت کار با ریختن خونتون به اتمام میرسه. این برگ برنده تو؟ افراد این مردو بکشید. ای وای، باز دیگه چیه؟